چونین فرمود روز پیری بستام، ز اسرار حقایق آن نکونام. یک روز میگد این بایزید بستامی چونین یک سخن شیرین را، چونین یک اسرار پیشینیا را بر ما و شما حضرت خبر داد. بایزید بستامی را هم میخواهم به شما شناس کنم. حضرت بایزید بستامی همان شخصی بود که در بستام، شهر بستام به دنیا آمده است. این بایزید حضرت جنیدالله بغدادی چی میگوید؟ میگوید این بایزید در بین ما در قدر و در منزلت مثل آن بود که جبرائیل چگونه که در بین ملائکه ها بود، چگونه که جبرائیل در بین ملائکه قدر و قیمت داشت، این بایزید بستامی در بین ما همان منزلت و قدر را در بین تمام اولیاها و ولیهای خدا همین مرتبه را صاحب بود. حضرت میگد همین بایزید بستامی چنان آداب داشتند که وقتی که به مسجد می آمدن میگد حضرت در راه گریه کرده می آمدن و چنان یک آداب داشتند که به مقصد مسجد که می آمدن در راه توف نمی کردند. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. то ин андоза ҳазрат мегӯяд бениҳоят одоби хеле баланде доштанд. боре мегӯяд назди масҷид омад ки шогирдош ҳикоят мекунад соатҳо мега гирья мекард пеш аз дохил шудани масҷид. вақте аз ӯ мепурсиданд боязид сабаби гирья чист, мегуфт ҳазрат мегуфт ман худамро мисли зане ки ҳоиза аст ки дохил шудани масҷид барои ӯ гуноҳ аст و سبب ناپاک شدن مسجد می شود، خودم را مثل همون زن حایزه حس می کنم. بیرون مسجد می ایستم از بس که من که بنده گناهکار هستم، بنده خطاکار هستم. در تصورات من، در فکر من این حکمت می گذرد که وقتی که من داخل مسجد می شوم من آدم گناهکار، مسجد یک موضع پاک است، شاید که این مسجد، این موضع پاک از من آدم معصیت آلود، از من آدم گناهکار شاید که ناپاک شود. چگونه حضرت ها به زمانی که این قدر عبادت ها داشتند، خاک پای بایزید بستامی از تمام ما و شما بهتر بود. شبان روزان حضرت ها عبادت داشتند، در وجودشان چنان ترس خدا نشسته بود که شاگردهاش میگد شب بالای بام برآمد همین بایزید بستامی تا روز میگد ذکر میکرد، خدا را یادآوری میکرد. وقتی سحر شد بالای بام برآمدیم، نگاه کردیم که بایزید بستامی در یک کناره بام میگد طهارت شکستگی بود، یعنی پیشاب کرده بود. نگاه کردیم پیشابش کلن همه خون بود. وقتی میگه از او پرسان کردیم بایزید آیا اگر بیمار باشی طبیب حاضر کنیم، این خون از وجود شما بیرون شده است؟ میگه حضرت به جانب ما گشته گفت این درد من طبیب ندارد، این درد من دیگر درد است. بالای بام بودم، گفت به یادم یک خطایی در آوان جوانی کرده بودم، یادم آمد که در جوانی یک خطایی از من گذشته بود و در فکر همان چنان به خدا داده شدم، چنان زاره و تولا کردم که فردا اگر از همان خطایی، از همان گناه اگر خدا مرا راست کند و مرا بپرسد من بر خدا چی جواب می گفته باشم. از این خاطر گفت پیشاب من بر خون مبدل گشت. ببین امروز ما و شما ریشای ما و شما مثل کفن سفید است. 20 سال 30 سال پیش گناهایی که کرده میشینیم با او را چکار میکنیم؟ یادآوری میکنیم. چی معیشت داشتیم،
چی عرق نوشی داشتیم، چی زیناکاری داشتیم. اون معیشت نبود، اون معصیت بود. این شرمندگی است وقتی که ما و شما گناه را یادآوری میکنیم، تا جایی که در عوض او توبه کنیم، از خدا بترسیم، ما و شما یادآوری میکنیم، بر گناه خود باز فخر میکنیم. فاعمل المعصیت بقدر صبرک علی النار. پیغمبر میگه ای امت من، همون قدر گناهی بکن که قوت سوختن را در آتش دوزخ داشته باشی. جد تو آدم بهشتش جای بود. حضرت رومی خدا رحمتش کند میگه بابای شما حضرت آدم روزی که خدا خلقش کرد اولین آدم داخل جنتش کرد. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردن بهر او سجود. تمام ملائک حضرت آدم در داخل جنت سجده میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. یک گناه کرد در داخل جنت، خدا گفت بر این گندم نزدیک نشو. با وسواس شیطان حضرت آدم به گندم نزدیک شد، خطا کرد، گندم را خورد، در امر الهی تجاوز کرد. خداوند از جنت بیرونش کرد به سبب یک خطایی، یک گناه. رومی چی میگوید به سوی ما و شما؟ تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ تو طمع داری که امروز تا بیگه فقط و فقط در گناه مبتلایی، در یک چاه گناه آلوده هستی، بزم این باز میخواهی که وارد جنت جاویدان شوی؟ جنت جای خطاکار نیست، جنت جای گناهگار نیست، جنت جای پاکان است، جنت جای عاشقان الهی هست. همین بایزید بسطامی گفتند که ابراهیم و موسی و مسیحا چنین فرمودن آن انبیاها، مرا گردان ز امتهای احمد که داری بر محمد لطف بی حد. حضرت بایزید بسطامی میگوید حضرت ابراهیم میگد حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، همه اینها تمنای داشتند، آرزوی داشتند. چه آرزو بود؟ خدایا ما را از آنی که پیغمبر ساختی از این دیده اگر امت محمد می ساختی، این برای ما فضل بود، این برای ما بهتر بود، زیرا که بر محمد تو بی‌نهایت لطف بی حد دادگی هستی. زیرا که محمد یکی از پیغمبرهای هست که در آخرت همه دامان حضرت بحر شفاعت می قپند. چون این پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چون این پیغمبر ما و شما البته امت هستیم. خداوند در قرآن تعریف میکند و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد صلی الله علیه و سلم، چی یک فعل خوب داری، چی یک کردار نغز داری، چی یک معامله حلیمانه داری. خداوند در قرآن رسول اکرم همچنان وصف میکند. من یک معامله نیکی او را بر شما وصف میکنیم، انشاءالله موضوع ما دیگر است. خدا خواسته باشد از مولودهای حضرت، خواه روز جمعه است خواه یکان روز دیگر است، انتخاب میکنیم. ما روزهای جمعه فقط یک ساعتی داریم که خودش ساعتی تبلیغ است، ساعتی هست که یعنی به گوش همه مردم حکم خدا و پیغمبری را برسانیم. از این خاطر هر جایی که مولود شود در روز جمعه ما اشتراک کرده نمیتونیم، زیرا که جمعه در جمعه خودمان میمونیم. اگر کسی که مولود کنه از در مسجدهاشون روزهای شنبه یک شنبه اختیار کنند. روزهای جمعه خودش یک ساعتی است که خدای ساعت بهر ما آورده است. بازی را به مولود تبدیل بتیم، باز اگر جمعه به جمعه شیم مثل سال آینده میاییم دیگر هیچ کس را نمیابیم. یک شخص به نام سمامه بود میگد، از قبیله یمامه به طرف مدینه آمدند. در دست میگد یک کارد داشتند. وقتی که وارد مدینه شدند و اون شخص
حضرت عمر رو پرو شد. از او پرسان کرد تو کی هستی؟ گفت من نفری هستم که دشمن محمد هستم و این کار که در دست دارم بهر قتل همین محمد صلی الله علیه و سلم آماده کردگی هستم. عمر که طاقت شنیدن این سخنها نداشت، عمر شخصی بود که جان فدای پیغمبر ما و شما بود، دویم یار رسول اکرم بود. لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر پیغمبری بر محمد ختم نمی شد، گفت رسول اکرم، هر آینه بعد من عمر پیغمبر می شد. اینقدر عدالت و اینقدر صدق بر اسلام داشت. حضرت میگه هر دو دست به دست شدن. حضرت عمر میگه لباس های اون مشرک از بدن کشید، کاردیو را از دستش گرفت و برده میگه در یک گوشه از مسجد مثل سگی را که بند میکنی همچنان بند کرد و نزد رسول اکرم برای خبر دادن رفت. پیغمبر خدا را گفت یک شخصی برای قتل تو آمده بود، ما او را دستگیر کردیم، این کارد که میبینی کارد همون شخص است و همان نفر در یکی از گوشه های مسجد بند کرده شده است. رسول اکرم از جای خود خیستند، آمدن داخل مسجد، دیدن که در اصل آن چیزی که عمر گفته بود همان است و جانب همون شخص نگاه کرد، گفت برای این کسی که دشمن من است طعام آماده کردین؟ حضرت عمر در هیجان آمد، گفت رسول اکرم چی میگوی؟ طعام برای همین مشرک، همین شخصی که برای قتل تو آمده است، اینا باز ما طعام بتیم؟ رسول اکرم خطاب کرد از خانه من رفته شیر تازه بیاره. میگه حضرات دوان به خانه رسول اکرم رفتن، در یک ظرف شیر آوردن. رسول اکرم امر کرد دستهاش بکشایید. دستهاش میگه کشاده کردن، ظرف در دستش داد، شیر یک جایه میگه همش نوشید، کارد در دستش داد، گو به خانت برو. حضرت عمر گو رسول اکرم چی میشود که گردن ای را من بزنم؟ رسول اکرم توجه به عمر نکرد و حضرت عمر میگه پیش از آنی که این شخص از پیش رسول اکرم دور شود، گفت بگو ای مشرک خدا، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، بگو کلمه طیبه را. لیکن این شخص میگه خودداری کرد، نگفت، رفت یک چند قدم رفت، میگه و پس گشت آمد نزد پیغمبر خدا، میگه بزانو زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. عمر در حیرت مان، گفت ای شخص، گفت الحال من بر تو این کلمه طیبه را عرضه کردم، چرا نگفتی؟ و بعد چند قدم گشته آمدی باز گفتی؟ گفت اگر در اون صورت من کلمه را عرضه میکردم، هر آینه بر من میگفتید که از حساب آنی که ما اسیرش گرفتیم، از حساب آنی که در سیاست ما افتاد، یعنی از ترس جان ایمان آورد، من که آزاد شدم، همچون مستقل از پیش ما که دور شدم، گشته آمدم ایمان عرضه کردم برای رضاگی خدا و برای معامله خوبی که پیغمبر بر من کرد. ببین چگونه یک پیغمبر حلیمی داشتیم. اسلام ما همچنان است. اسلام ما همچنان معامله بر دشمنهای خدا میکنه. موعظه‌ای که الحال داریم، این سوال و جوابهایی که در پیش من ایستادگی است، اینها را میخوام به سمع شما برسانم، زیرا که خیلی از حد زیاد شده است. باز چندین سوال ها در پیش ما منتظر جواب هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. یک نمود شپرک را اوراق میگویند و آن را آرد میکنند. آیا این درست است؟ یک شپرکی هست که در خانه ما و شما ارواحکش میگیم. وقتی داخل میشود ما و شما را در حال ارواحهای گذشته من یادمان میآید. یعنی از ما ارواحهای گذشته هست،
همین شپرک برای همون آمده است گفته ما و شما را یک یادآوری میکنند. لیکن در اصل این اصل ندارد. این ارواح به منزله شپرک نیست. ارواح‌های ما و شما، خاندان ما و شما می آید. ارواح‌های ما و شما برای خاندان ما و شما، برای نظارت زن خودش، فرزند خودش، خانه خودش چگونه معامله در او خانه است برای خبرگیری می آید. نظر میکنند که از خانه بر بحر او آیا یگان طعام، آیا یگان خیر احسان، آیا 2 رکعت نماز خوانده می شود یا نه. البته می آیند، لیکن شما میتونین ارواح‌های خودتان با قدر ذره‌ی خودتان از خیر احسان چیکار کنین؟ خوشنود بسازین. با نمازها خوشنود بسازین. این ارواحی که میگیم اینا البته اصل ندارن. این هم یک مخلوقی خداست. فصلش میشود، پیدا میشوند، هر خانه داخل میشوند. اگر بر همین بهانه هم اگر خانه‌ای که خیر احسان نداشته باشد با فکری همین اگر خیر احسان کرد، اینش هم خوب است. السلام علیکم داملای عزیز. در قبر با کدام زبان سوال جواب میکنند؟ در قبر چگونه ای که جمعه پیشین رسول اکرم فرزند خودش ابراهیم گفت تو را میپرسند خدای تو کیست؟ بگو خدای من الله یگانه است، پیغمبر او پدر من است و دین او اسلام است. یعنی وقتی که ما و شما داخل قبر میشیم، ما و شما را در نزد منکر و نکیر سوال و جواب کردن این کار آسان نیست. انشاءالله من صفت منکر و نکیر را بر شما در جمعه های آینده بیان میکنیم که منکر و نکیر چگونه هستند. اینجا فقط رحمت الهی لازم است که خداوند بالای ما و شما رحمت خودش پایان کند تا که ما به سوال های منکر و نکیر با آزادی جواب بگیم. منکر و نکیر با زبان عربی ما و شما را میپرسد، لیکن خداوند بر زبان ما و شما همین زبان با آسانی چکار میکند؟ مبدل میسازد. ما با زبان خود منکر و نکیر جواب اونها را چکار میکنیم؟ اگر خدا خواسته باشد عملهای ما و شما زاهد باشد، ما بنده نیکبخت باشیم، جوابشان را با آسانی میگوییم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. از شما خواهش داریم که سوال ما را با پررگی جواب گردانید. بعضی عائله های هستند که مادرانشان را اپا یا کیانگه میگویند. آیا در نزد خداوند گناهگار هست یا نه؟ نه، گناهگار نمیشوند. اگر مادر بگین از همه در بهترین همین است. پدر بگین یا به لفظ آذری که ما و شما آتا میگیم یا اتا میگیم، اینو بهترین هستند. از اوی که مثال ینگه میگین، از اوی که اپا میگین، اینا البته در راست مادر استفاده کردن اینها از روی منطق خطا هست. لیکن مادامی که نیت ما نیتی همچه مادر همچه یک برای احترام است باکی ندارد. لیکن خوب میشود که ما و شما آچه و آتایی که داریم کلمه ها همینا را استفاده کنیم، این بهتر است. از کلمه هایی که مامشکه و از کلمه هایی که موی سفید حذر کنین. عیب است، عیب. این شما اگر از مدنیت حساب کنین یا که شرم کنین، حیف شمار جوان. خواب در دهن همتا جوانی که شرم کند که پدر خچه آتا بگد، یا شرم کند که مادر خچه آچه بگد، یا مامشکه یا که مثال موی سفید. این چی است؟ اینا نه مدنیت است نه پیشرفت است. همون آچه و آتایی که ما و شما داشتیم همچنان ما و شما با فرزندان میراث بگذاریم، این بهتر است. داملای محترم، من پدر و مادرم را گفتم مرا زن بده. او برای من گفت رفته خودت کار کنه زن بگیر. آیا پدر حق دارد یا من؟ در بعضی از حدیث ها در گردن پدر و مادر 4 حق است. یکی نام خوب ماندن، یکی فرزند را خط نکردن، یکی پیش یک عالم برده تعلیم اسلام کردن و 4 فرزند خاندار کردن. اینا حق پدر هستند. لیکن امروز
این جمعیت، این شرایط خود همون جوان خود فکر کنند. پدر ما و شما در زمان ما و شما را زن دادن میتونست که همه شرایط آماده بود. امروز این پدر و مادر ما و شما باز منتظر ما و شما هستند. ما خود کار کنیم، خود پدر و مادر را نان بتیم و به زم این باز خود خانه‌دار شیم. این بهتر است از اینکه پدر و مادر ما و شما دقت میتیم، پدر و مادر ما و شما مثال حقهای خودمان بالای او میپرتاییم، از این در خدمتشان کنیم، عائله دار شیم، دعاشون بگیریم. این برای ما و شما بهتر است. نگردیم از پسیانی که پدر ما حقدار است که مرا زن بتد بیستیم مطلی او به یگان کار دست درازی نکنیم. اینم خطا هست. السلام علیکم دوستان عزیز. من سوالها را مختصر جواب میگیم زیرا که به همه سوالها نمیرسیم. من از شما خواهش میکنم که این سوال من رو جواب دهید. ما با یک رفیقم نشسته بودیم. رفیقم ناخونهایش را بریده بخورد. من به او گفتم که برای چی ناخونهایت را میخوری؟ او گفت که من رزقم را زیر پا نمیگذارم. این سوال من را جواب دهید. البته این ناخونی که ما و شما از ناخونهای پا میگیریم یا دست میگیریم این رزق نیست. اینا حرام است خوردنشان. مادامی که اگر این رزق باشه میشاد یا نه. من از شما خواهش دارم که این سوال ما را با پررگی جواب دهید. یک برادر بود است، ممکن که کرتش یا ممکن که میکش بی نماز است و لباس بالاگیش با نماز است. آیا نماز همان شخص جایز می شود؟ نه، جایز نمی شود. خدا در قرآن ما و شما را چی می گوید؟ یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و ثیابک فطهر. خدا می گوید وقتی که تو بالای جای نماز می برای ذکر بر من میکنی، لباس ها تا پاکیزه کن، لباس ها تازه باشند، بعد تو ذکر خدا را بکن. اگر در لباس شما در کدامش نباشد، خواه روگیش باشد، خواه تاگیش باشد، بی نماز باشد، نماز شما جایز نمیشد. و فی ثیاب البزلتی، حتی عباره مختصر بین میگوید اگر لباس چیرکین باشد، بوی میکردگی باشد، اون نماز میخواندگی ثواب ندارد. از چیرکش، از بوی لباس هم پرهیز کنید. اگر نجاست آلو باشد یا بی نماز باشد، به طریق اولا نماز ما و شما درست نمیشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. علم شما را خدا باز دوچند گرداند. اول من به بیماری قند مبتلا هستم، در حق من یک دعای شفا کنید. دویم، بعداً آیا تلبنده را دشنام کردن، از خانه پیش کردن گناه نیست؟ این کار را کسی کرد که دستی رسا و با دولت است. برادرایی که به کسل قند مبتلا هستند، علال خصوص در این جمعیت ما، در این محله ما هم و این کسل قند چندین نفرها مبتلا هستند. علال خصوص این سوال دهنده هم طلب شفا کردن، خدا همگیشان شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بسازد. و این سوالی که کردن، آیا تلبنده را از نزد خانه دشنام داده و از خانه پیش کردن به زمیانی که دستی رسا دارد آیا جایز است یا نه؟ آیا گناه نیست؟ البته گناه است. خدا در سوره والضحی و ما و شما تذکر می دهد و اما السائل فلا تنهر. شما وقتی که تلبنده خانه شما وارد شد، شما بالای تلبنده گپی سخت نگین، یعنی در تلبنده را دشنام نتین، تلبنده را از نزد دروازه پیش نکن، بلکه چیکار کن؟ اگر دست رسا باشد چیزی بر او عطا کن. اگر لباس زیادتی داشته باشی بر او عطا کن تا که لباسی بدنش نو کنه. شرط نیست که تو به همین 10 درم و 20 درم جان تعظمو که از بزم دولتی داشتگید تو خلاص کنی. اگر میتونی جوان مردی کن
خدا دولت بر تو داده است، بهر این داده است که دست یک تلبنده را بگیری، دست یک همسایه را بگیری، دست یک طالب علم بگیری، برای یک برادر یک کتاب بخری. برای همین دولت داده است. دولت برای چی دیگر هست؟ رسول اکرم چی میگوید؟ در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که اگر متنهای عربیش نمیگم، ابو هریره روایت میکند وقتی که انسان سحر از خواب بیدار میشود، دو ملائکه بالای خانه همان شخص میفراید. یقول احدهما، یک تای همین ملائکه چی میگوید؟ اللهم اعطی منفقا خلفا. خدایا اگر همین بنده تو خیراندیش باشد، همین بنده تو دست درازی کند، همین بنده تو سخی باشد، خدایا اگر یک سوم همین بنده صرف کند، در عوضش 700 سومش عطا کن. و یقول الاخر، لیکن ملائکه دویمش چی میگفت است؟ اللهم اعطی ممسکا تلفا. پروردگارا اگر همین بنده که دولت دارد، همین بنده که سهولت دارد، اگر همین بخیل باشد، دست درازی نکند، تلبنده را از نزد در براند، دست درازی به سوی همسایه نکند، خدایا این ممسک است، این بخیل است، مالی را تلف بده. این دعای ملائکه هست در حق آدمی که بخیل است. از این خاطر هیچگاه ما و شما بخیلی را پیشه نکنیم. زر و نعمت اکنون بده کان توست. سعدی میگه در بستانش زر و نعمت اکنون بده کان توست، که فردا بیرون ز فرمان توست، که فردا از دست تو میرودی. تو امروز بالای این مال تو سرداری داری، همین روز بته. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. بر همین دنیا تو میتونی، بر همین مال و اولاد چیز چارت میتونی که آخرت بخری. تو بخر که فردا پشت دست میگزی، دیگر فایدت نمیکنه. برای همین البته این دولتداری هم غنیمت است، این کم بغلی هم خودش یک حالتی است که تیز گذراست. من به شما یک حکمت خدا را میگم، یادم آمد. انیس المؤمنین گفتگی کتابی هست. در همان انیس المؤمنین چی میگوید؟ میگوید یک روز مثل همین سوالی برادر کرده است،